لك النماذج بقدر مقاما قربة إلى الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بحق من أرسلته به هرچنا که در بین قرآن فرستادی و به حق کل مؤمن مدحته فیه هرچی مؤمن را که در بین قرآن صفات و مدحش نمودید و به حق که علیه فلا احد اعرف بحق كامل الهي العاف الهي العاف الهي بلند بلند بك يا الله 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 يا رب العالمين زاف بدني ورقة جلدي ودبة عزمي بك يا الله 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 إلهي بمحمد 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 أنا بخاني جمل الروزة برايد بخانة إدنا آماد شود امام الصادق میفرماید خدا به حضرت موسی وحی کرد ای موسی حبل من قلبك الخشوع و من بدنك الخضوع و من عینك الدموع. موسی وقتی میخوای دعا بخوانی دعایت مستجاب شود دلت
زهرا آمد کنار بابا گریه میکرد، پیغمبرم گریه میکرد. یه وقت بیبی از کرد یا رسول الله اگر من گریه میکنم عمارم بابایم از دستم میره، چون اگر یه دختری بابا از دنیا برود غمی بابا را به برادران خواهران مادر شریک میکنه. یای بابا زهرای تو نه برادری دارم نه خواهر نه مادری دارم، یه بابا داره دلم میره یتیم و تنها میشه، حق داره گریه کنه. اما بابا شما چرا گریه دارید؟ میدونید پیغمبر چیکار جیگر آدم آتش میزنه. تو دل شکست هستی، من بغض و در گلویم، من از رخی که بردم تو از فراق رویم. جان بابا با کی بگویم ای گل از ظلم این زمانه، گل طاقتی ندارد در زیر تازیانه، نالم ازم که زیرم چون موج در خروشم، از پشت در صدایم فردا رسد به گوشم. یا الله الهی به محمد، به محمد، به محمد، به محمد، به محمد، الهی به علی، به علی، به علی، به علی، به علی. خدایا خیلی مشکل دارم از من التماس دعا کردم، آخر من که الله مشکلات علی مرد، الهی به علی، به علی، به علی، به علی، به علی، الهی به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه. به خدا پهلوی شکسته زهرا خیلی آبرو داره، صورتی که بود شده زهرا
صدام بنوشد فردا که روزگار تشنه نگرده امان از سرپوش بردار از قطره آشامی آب نبودم زهر علایه فریاد ماده آقا بلند شد کیا باید صدا بزنه یه مرد اگر مریض شود اول باید خانومش را صدا بزنه اگر خانوم نبود مادرش رو ای ببینم برای ما حسن خانوم قاتل شده مادر را 18 ساله کشته بوده شهید کرده بوده ای وای صدایش بلند شد خواهر از زینب را صدا میزند ای وای صدای غربت امام حسن خوش به گوش خواهر رسید ببین تابانه بلند شده طرف خانه برادر مینمد میگمد تو آمدن از دروازه داخل شد الهی هیچ کسی برادر را مثل زینب نبیند چی دیدنی خواهد دیدم برادر مثل مار گزیده به خود میپیچد ای گاهی بلند میشد گاهی روی زمین میآمد آه جگرم آه جگرم قرآن روی سرت بگذار الهی بالحسن 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 کربلایی شما کامل دارید میدونی چرا چون هر که کربلا برد حرم امام حسین رو زیارت کند از خدا جد طلب کند حاجتش نامنده میشه حالا شما الهی بالحسین 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 الهی بالحسین 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 الهی بعلی بن الحسین 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 خدا امشب بیماردار از من التماس کرده مسافر دراز من التماس کرده بغیر من که ای مسافر دراز دست تو دامن مسافر راه شام کوفه امام سجاد ای مریض دست تو دامن بیمار کربلا دست تو دامن بابا هوایج علی بن الحسین همه با الهی به علی بن الحسین به علی بن الحسین به علی بن الحسین به علی بن
الهی به محمد ابن علی 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 الهی به جعفر ابن محمد 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 بگذارم اینجا جمله بگویم از آقایی که مردم شما میدونید اگر پاس از شب بگذرد کسی در خانه کسی دروازه نمیزند میگوید شب است و بچه هایش میترسه وحشت زده میشود بله بمیرم برای آقای مظلومی که شب مشغول عبادت و مناجات و دعا بوده ولی ملعونا بدون اجازه نیمه شب وارد خانه آقا شده آقا را با سر و پای برهنه از خانهش بیرون کرد بگذارد حمامه بسر کنم نعلین بپوشم آقا را نگذاشته با همون سر و پای برهنه بردم در مجلس شراب منصور ملعون که شراب خورده بود وقت امام صادق را دیدم شمشیر گرفت 3 بار به آقا حمله کرد سر آقا از بدن ببرد آخرم نبریدن گفتن برگردانید آقا سوال کردن چرا سر امام صادق را نبریدی گفت هر وقتی حمله میکردم میدیدم پیغمبر جلوی رویم آمده با چشم غضب‌آلود به من نگاه میکرد جرأت نکردم سر امام صادق را ببرم اما عرض من اینه یا امام صادق اینجا پیغمبر نگذاشت سرت را ببرم ولی کاش یک جای دیگر پیغمبر می‌آمد کجا زمین غمبار کربلا گردی قتلگاه
جهان پر شد ز کینه
تدبیر و تعمیر دشمنان یا فاطمه روز شب در پیش قبر آهوزاری میکنم روز شب در پیش قبر آهوزاری میکنم گر به خشکد اشک من یا قرة العین رسول در عزایت خون دیر از دیده جاری میکنم روزا در خانه طفلان را تسلی میدهد شب کنار قبر تو شب زنده داری میکنم اما هرچه میخواهم نگریم پیش طفلانت ملک از رمی دل گریه بی اختیاری میکنم السلام علیکم یا اهل بیت النور الا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الجل الأكرم